اما علاوه بر اینها ما نوت نقطه‌دار هم داریم که سمت راست هر نوت یه نقطه قرار میگیره که اگر به این شکل باشه، یعنی در واقع مثلا اگه یک نوت گرد کنارش سمت راستش یک نقطه باشه، در واقع ارزش زمانی اون نوت گرد میشه خود نوت گرد به علاوه نصف خودش. یعنی چی؟ یعنی نوت گرد ما که 4 ضرب بود، وقتی نقطه کنارش قرار میگیره اون خودش 4 ضرب بود، این نقطه نصف اون 4 ضرب رو هم بهش اضافه میکنه، یعنی 2 ضرب. در واقع میشه نوت سفید، نوت گرد به علاوه یک نوت سفید که در مجموع میشه 6 ضرب. یعنی مثلا به این شکل میشه اگه ما یک نوت گرد نقطه دار ببینیم باید به این شکل بزنیم 2 6 ضرب اون نوت اجرا میشه. یا اگه برای مثال نوت سفید نقطه دار ببینیم، مثل همون اگه نوت سفید نقطه دار ببینیم، نوت سفید 2 ضربه، یه نقطه هم که کنارش بیاد نصف نوت سفید بهش اضافه میشه، یعنی 2 ضرب به علاوه نصف 2 ضرب که میشه 1 ضرب، یعنی یه نوت سفید به علاوه یه نوت سیاه که میشه 3 ضرب، یعنی 2. اگه نوت سیاه نقطه دار ببینیم یعنی یک نوت سیاه به علاوه یک نوت چنگ. همین شکل برای سکوت هم هست. یعنی اگه ما یک سکوت گرد نقطه دار ببینیم یعنی 4 ضرب به علاوه نصف اون 4 ضرب سکوت، یعنی یک سکوت گرد به علاوه یک سکوت سفید که باز هم میشه 6 ضرب. و هر نوت دیگه ای که نقطه دار باشه به این شکل میشه، نقطه ای که سمت راست نوت باشه. مبحث بعدی ما میزان هست. در واقع هر قطعه از موسیقی از نظر زمان به قسمت‌های مساوی تقسیم میشه که ما هر قسمت رو یک میزان میگیم یا در نظر میگیریم که توی شکل هم دارید میبینید. و خط عمودی که روی خطوط حامل میاد به اون میگیم خط میزان. و مبحث بعدی ما اصطلاحی به اسم ضرب هست. در واقع هر میزان از چند قسمت تشکیل میشه که ما هر قسمت رو ضرب مینامیم که توی تصویر دارید میبینید. و من اینجا اگه ببینید ما اینجا الان اگه دقت کنید توی میزان اولمون 2 تا نوت سیاه داریم، میزان بعدی یه نوت سفید داریم و میزان بعدیش یک سکوت سیاه و یک نوت سیاه داریم. یا توی این قسمت توی میزان اول ما 3 تا نوت سیاه داریم که میشه دو، ر و می. و میزان بعدیش یه نوت سیاه و یه نوت سفید داریم که میشه فا، نوت سیاهش روی فاه و نوت سفیدش می هست. و میزان آخر یک نوت سفید نقطه دار هست که در واقع 3 ضرب هست و روی خط سوم هست. میخوام بین خط سوم و 4 هست که نوت 2 میشه. بحث تئوری رو بیشتر از این ادامه نمیدم، نمیخوام سنگین بشه موضوع. و حالا ما میریم سراغ تمرینمون. ببینید من اینجا تمپومونم 85، یه سری نوت ها رو چیدم، دو ره می فا صل لا سی دو و پایین رونده بالا رونده پایین رونده بالا رونده که اینجا نوت ها نوتای ما نوتای گرد هستن. 1 2 3 4 میبینید
4 ضرب یک نوت، یعنی این یک نوت گرده که تا 4 ضرب ادامه داره، صداش قطع نمیشه به اندازه 4 ضرب. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. پس این نوت گرد هست و شما این رو پلی میکنید تو افل دقیقا عین همین رو بچینید و همراه باهاش بخونید به این شکل: دو ره می فا صل لا سی دو سی لا صل فا می ره دو. پس این شد نوت گرد. از اینجا نوت سفید چیده میشه. ببینید دقیقاً نصف نوت گرد شده که شده نوت سفید. اگه من این رو اینجا بچینم میبینید که ببینید 2 تا نوت میشه. پس این نوت سفید هست که به این شکل باید تمرین کنیم: دو ره می فا صل لا سی دو دو سی لا صل فا می ره دو. بعدش نوت سیاه چیده شد و به این شکل میخونیم: دو ره می فا صل لا سی دو دو سی لا صل فا می ره دو. بعدش نوت چنگ شد: دو ره می فا صل لا سی دو دو سی لا صل فا می ره دو. دو ره می فا صل لا سی دو دو سی لا صل فا می ره دو. این چنگ بود و این دولا چنگ هست. یه بار گوش بدیم. و حالا همراه باش میخونیم: دو ره می فا صل لا سی دو دو سی لا صل فا می ره دو. دو ره می فا صل لا سی دو دو سی لا صل فا می ره دو. و به این شکل تمرین میکنید. اول با تمپوی پایین آروم آروم شروع میکنید میخونید و بعدش حتی میتونید تمپو رو بالاتر ببرید و تمرین کنید تا اینکه بعدش دیگه از ابتدا تا انتها بدون استاپ، بدون اینکه بخواید قطع کنید و دونه دونه بخواید بخونید، از اول تا آخر رو باهاش تمرین کنید. اگه اول میخواین ضربش رو به دست بیارید نیازی نیست که حتما فرکانس رو دقیق بگید. میتونید مثلا بدون اینکه فرکانس رو بگید دو ره می فا صل لا، یا مثلا حتی مترونوم بگید به این شکل تمرین میکنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال ما رو دنبال کنید.